درود بینندگان نکته سنج. در زندگی چنین آدمان ارزنده هستند که آنها طول عمر همچون فداکاری وطن و کار خلق کمر بسته درمان درد آنها می شوند. به خیر مردم می کشند و اعتبار و اعتراف سزاوار می گردند. می توان گفت در ردیف چنین نکومردان نام شخصیت بزرگ و معروف پروفسور دانشگاه مدنیت و صنعت ازبکستان، هنرپیشی شایسته ازبکستان احمد جان دادایف را به زبان گیریم. من از حیاتم، از تقدیرم و نهایت خرسندم که عیناً من راهی صنعت برای خودم کسب کردگیم من بختیارم. من همسنفام تنگداشتم دیگر هنرها کته آها مشغول، لیکن من بار فکر میکنم که صنعت راهش این ملی صنعت این دیگر چیز، دیگر عالم. من پشت همین صنعت مول بیوک صنعتکارها کته استاد شاگرد شدم، دوست شدم. همین برای صنعت فعلی من تو جهان گشتم. در کودکی من آرزو میکردم که در تلویزیون صنعتکارهای حافظهای سازنده های بزرگ ها اجرا کند. من هوس کردم رفته تگی تلویزیون و رفته تماشا میکردم. البته اینجا به عائلوی محیط آورا میگویم و البته تاثیر میکند که خدا رحمت پدر جانم هم استادم دادا جانم عیناً خداشان جدایم عجایب دوتار مینوازند. مادرم هم جدایم صنعت موسیقی جدا خوش میدیدند و فرقش به میرفتند. یکم استادم البته این دادا جانم باشد، سانه با یک هم قطارش به گیورگی اسکیایویچ پینخاس که داملا بود و یکاس خودش از خوجند بودن. البته ماها در ولایت تاشکند کراسنogorsk حاضر قزلتاق که پاسیلکا زندگی میکردم. سانه و یکاس ماها غجک رباب دایره سازشه ماها آسته جمع کرده اما محله سانه همین دنیای موسیقیش به ماها وارد کرده بود. احمد جان دادایف اسمش با جسمش موافق برای همه مکتبی نمونه و عبرت بوده. وقتی نام استاد را به زبان میگیریم در دل مهر نجیب پیدا می شود، روح آرام می گردد، صحبت ها می تصفد، دلها سرشار سرور گردیده در چهره تبسم پدید می آید. من 3 دادر دارم. من به احمد جان هر دایم میگویم که تو دادری 4 من. همین خیلی ناز میبینم که خود ما یک پدر و یک مادردن تولد شدگی بریم. اینم من میگویم که این از طرف الله داده شدگی که شما یک کس دروغ ناز دیده نمیتوانید. من چین از تحت دلم احمد جانو بسیار همچو دادر ناز میبینم، همچو ایجادکار. احمد جان بسیار آدم ناز، کم گپ میزند، مول ایجاد میکند. کایی که بینم همین کنجک میشیند میگریزد از آدم ها، فقط باید ایجادکار دیه برای همین ایجاد میکند، خیال میکند، همین خیلی متن های یک پرمضمون را مییابد و وای همون متن و وزنش همین خیلی چی میبیاد که آهنگ خوشم همین خیلی زیبا فارم دلتون میفارد.
من احمدجان دادایفا نامشه شونده وقت در پیش نظرم یک خدادادگی استعداد نمایان میشد. من احمدجان حالی خودش که روبرو نشدن پیشتر میدانستم وقتی که این اکوکا اسماعیل جان وهاب فلوکتی ایجاد میکرد، هم ایجاد همه از رادیو تلویزیون شونده هم غژه نمایش شده مزه کردم. دستش بسیار شیرین. اینه اگر سازندگی با حاضر بسیار بزرگ سازنده. اینجا سازنده کمتر است. خوانندگی که خواننده به نسبت یک آواز شیرین دارد. آوازش بسیار اشعار خوانده فاره بسیار آدم به بفارد بسیار. و این کمی کاری برای با خدا داریم به استعداد بسته‌کاری دادگی. بسته‌کار صفتش به این بسته‌کارگی آهنگاش شنیده کرد. اما رأی خود الله احمدجان رأیش است. یگان دیگر بسته‌کار به مانع ندارد. کدام سوره نگمز آنها میگید یا میدم قاضی میگید دیگه کدام سوره نگید. اما الله شوندگی آدم این سوره احمدجان داده. چه خوشبختی است که در ضمیر این همه تربیت درست، پاکتینتو، حلالی، مهنت دوستی، دستگیری نزدیکان، تحصیل و باز آموزی پیوسته، کمالات در فضای پر از مهر و فداکاری را به خود کسب و شعار نمودن نهان است. قریب 50 سال شد ما همدیگری ایجاد میکنیم. خانه وایها رفتگی من پدر احمدجان را دیدگی، مادر احمدجان را دیدگی. حاضر من عائله وایهای همین خیلی ناز میدانم محبت خان، همین خیلی زنه که یک خاکسار پاکیزه زن که این احمدجان شدگیش و من میگویم که همین محبت بسیار حرکت میکند که فقط احمدجان بالا بردارد. این جدا بخت کلان با مردم بزنه عائله‌شان اورش بسیار تازه. برای کمالات هر یک شخص پیش از همه استاد زحمت میکشد. دادایف از زمره استادان است که شوق و ذوق شاگردان را نسبت به علم و فن، عالمی رنگارنگ سند بیدار میکند. او به طفیل گرفتن سبق استادان بزرگ امروز خود به درجه بلندی استادی رسیده است. Ustozimiz Ahmadjon Dadayev haqida gapiradigan bo'lsak, har kuni ko'rishganimizda yangi xislatlarni o'rganishga harakat qilamiz. Shu talabalik paytlarimizda ham sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist professor Ahmadjon Dadayev dars beradiganlarida biz juda ham ruhlanganmiz, juda ham xursand bo'lganmiz. Sababi ustozni shu institutga kirishdan oldin radiolarda, televideniyalar orqali juda ham ko'p eshitganmiz, havas qilganmiz ustozni. Ashula aytishlari, soz chalishlari, kiyinishlari, o'zlarini tutishlari, g'azallarni, ashulalarni, tarixlarini sharhlab berishlari bilan biz juda ham ustozdan ko'p narsa o'rganganmiz va bundan keyin ham o'rganamiz. O'sha tomonlarga havas qilganmiz ustozni. Men o'zim ham tambur sozini chalaman, ashula ham aytaman. O'sha tomonlama ham ustoz ham mukammal sozanda, ham mukammal xonanda hisoblanadilar. Hozirgi kundagi shu ustoz san'atkorlarimiz qatorida, sanoqli ustozlarimiz qatorida deb bilaman. Hozirgi darg'alarimizdan deb bilaman. Juda ham ko'p o'lmas asarlar yaratganlar. U ashulalarni bizga o'rgatganlar. Biz ham mana hozir talabalarga o'rgatyapmiz o'shani. Bilmagan joyimizda darrov eshiklarni taqillatib turamiz. Ustoz palon ashulani beryotgandik. Masjidda qanaqa bo'lardi desa, ustoz hozir bir eslab oling, qaysi ashula edi, so'zi kelmayapti degan narsa yo'q-da. Masalan, hozir misol biza joyi kelganda ashulani so'zini yodlashga mana talabalarimiz qiynalib qoladi. Hozir men bir qarab ko'ray degan narsa yo'q. O'sha tomonlarga havas qilamiz. Biz ustozdan tahsil olganimizdan, ustoz bilan birgalikda yonlarida kamarbasta bo'lib birgalikda ishlayotganimizdan men
juda ham xursandman. Ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. این زبانی مادری جانم هدایت این زبانی مادری جانم هدایت لفظ شیرینی دری جانم هدایت لفظ شیرینی دری جانم هدایت تاجیکیم ای شهنشاهی زبان ها تاج بر سر از سری جانم هدایت تاج بر سر از سری جانم هدایت در گوهرهای رخشان با تو سوختم رودکی انوری جانم هدایت قدسیان هانم با تو شیری حافظ گفتگو سازد پری جانم هدایت گفتگو سازد پری جانم هدایت ای زبانی مادری شیرین زبانم شهد یهود شکری جانم بدماید ای نشان از مادری جانم به جان ای مادری جان پروری جانم بدماید مادری جان پروری جانم بدماید ای زبانی مادری جانم هدایت ای زبانی مادری جانم هدایت لفظ شیرینی دری جانم هدایت لفظ شیرینی دری جانم هدایت جانم هدایت جانم هدایت 2010 سال من این اینستیتوت مدنیت صنعت تکلیف کردم کاربر و اینجا گذاشتم. این کافدر محابا حاضر که ملی کشتی میگن کافدر محابا اونجا 2010 سال نامش بود و سایقه افتادگی نام خودش نبود انسامبل. من عمدن ثانی اینجا به سایقه تشکیل کردیم. من همونجا گفتم احمد جان شما رهبر موسیقی میشه. من رهبر بدیهی خودم باشم، شما رهبر موسیقی. انا باز 10 سال باشد، تازه 25 سال، 15 سال بازه همین انسامبل سایقل به این رهبر موسیقی نه فقط اینستیتوت و از اینستیتوت بیرون ها بایم اجرا با کنسرت با همیشه حاضر سایقل انسامبل بسیار اوجده کارش رفته است. همون بایم سازنده رهبرش و موسیقی رهبرش که احمد جان دادایر. احمد جان دادایر و باز میگم من این هم که خواننده هم سازنده هم بسته‌کار سرش بسیار حرمت می‌کنم. در سیمای انسان‌های کامل همه خصلت فضیلت‌های خوبی انسانی مجسم. هنرپیشی شایسته ازبکستان، پروفسور دانشکده صنعت و مدنیت ازبکستان احمد جان دادایف توسط هنری والاییش بارها در کشورهای خارج معرفی‌گر صنعت بی‌بهای وطنمان گشته است. من 1986 سال استرار کمپانی جماعی بدیهاش به کار بگذاشتم. همونجا احمد جان کار میکرد سازنده
انسمبل مقامی به نام یونس رجبی بود. من چند همون مشروطش رو دیدم من تا حاضر نمی‌کردم. این موسیقی رهبر نبود و انسمبل بود. لیکن همین احمد جان دادایف نباشد سازنده‌های سواش گم بشد. کدام اثر همون از شش مقام بخارا میگه، از مقام رای فرقان تاشکند میگیریم. این رهبر مثلا عبدالهاشم اسماعیل مثلا یا دیگرشون حالا اثر نامش کردن می همه سازنده چشمش که بگید احمد جان دادایف بود. همین زمان نمیستن. بعد این سر میکنن، بعد از پشت این دیگه خطش رفتن. همه احمد جان اونجا به نسمی حساب سازنده گم شدن میکرد. خودی که بی سر و سامان. بارکالله. خود یک کاروانی بی ساربان برید. این هم یک خود ساربان کاروان برید. دیگه ما باید سازنده ها برد. همین خیلی اینه هم خاطرش دور. چون که آشود اوله که هم شش مقامی بخارا، هم فرال تاشکند رایش، هم رای خوارزم، هم رای بسته‌کاره اثرش. این همیشه این یک کلمه چهل میلیون جلوه شما. استعداد. بله این هم باید گفتم که این یک خدادادگی استعداده. استاد احمد جان دادایف سازنده ماهر، خواننده صاحبی آواز ساحر بوده، در بسته‌کاری هم موفق گشته است. هواداران صنعت و فرهنگ و البته شما بیننده نکته سنج از هنر والایی دادایف با خبر هستید. در ازبکستان رادیو تلویزیونش انسامبل مقام بود. راست 25 سال من اونجا به سازنده غجکچی شده فعالیت داشته بودم. اونجا به کمون اسماعیل و بیرت داوید و اسحاق کتایف، ازرام ملاکف، احسان لطف‌اللهیف، عارف المقسوموف، محبت شمعی و الیاس ملایف، اسماعیل جان وهاب، عبدالهاشم اسماعیلف و قطار هم درگاه ها که من ایجاد کرده کار کردم. اولش به من البته من اصلش سازنده غجکچی من، لیکن یک سالها گذشته سال من البته خواننده شده به حرکت کردم و بعد چند سال گذشته سال من بسته‌کاری من قلم زدم. البته حاضر یک صد عاشق البته خدا به شکر من اثرهام آهنگای شما هسته؟ البته در آرشیو در رادیو هست. آرشیو به احمد جان دادایف کوی قوشقلاری گفتگی من حاضر 21 سال باز اینجا به کار میکنم در انستیتوت ازبکستان صنعت و مدنیت اینستاش. به طلبه ها بسیار، حتی که من درس دادگی طلبه ها حاضر با گشته آمده اینجا با حاضر درس میتید کار میکند، قطع هماهنگ کار میکنم. من خودم جدا بختار حس میکنم. قهرمان برنامه امان هنرپیشی شایسته ازبکستان، سازنده، آوازخوان، بسته‌کار، استادی صدها صنعتکاران و صافگری دوستی است. احمد جان دادایف ترغیبگری عالم موسیقی دو خلق بزرگ ازبک و تاجیک بوده، در این راه البته کامیاب گشته است.